بعد از اینکه زئوس قدرتش رو تثبیت کرد و خدای خدایان شد، تصمیم گرفت متیس رو که یکی از تایتان‌ها و الهه خرد بود به دست بیاره و همسر خودش کنه. متیس که قدرت تغییر شکل و دگرگونی داشت، در اولین اقدام خودش رو به شکل جانورهای مختلف درآورد تا با زئوس هم بستر نشه، اما نمیتونست به این کارش تا ابد ادامه بده و بالاخره زئوس اون رو به دست آورد و متیس رو به همسری گرفت. متیس به سرعت حامله شد، اما بعد از این اتفاق گایا به زئوس خبر داد که متیس دختری به دنیا میاره و این دختر در عقل و دانایی همتای زئوس میشه. همینطور پسری از متیس زاده میشه که قدرتمندتر از زئوس میشه و سرنگونش میکنه، درست همون کاری که زئوس با پدرش کرونوس کرده بود. زئوس برای اینکه این پیشگویی تحقق پیدا نکنه، با حیله از متیس خواست توانایی تغییر شکل خودش رو نشون بده و به یه قطره آب تبدیل بشه. اما به محض اینکه متیس به قطره آب تبدیل شد، زئوس همسر حامله خودش رو برداشت و بلعید. زئوس با این کار عقل و دانایی متیس رو هم به دست آورد و از اینکه پیشگویی شوم رو از بین برده بود خوشحال شد، غافل از اینکه حاملگی متیس حالا به خودش منتقل شده. یک روز زئوس با سردردی عجیب از خواب بیدار شد. از پسرش هفایستوس که خدای آهنگری بود خواست که سرش رو بشکافه و دلیل این سردرد رو پیدا کنه. هفایستوس سر زئوس رو با تبر باز کرد و از محل شکاف تبر آتنای بالغ با زرهی به تن و آماده جنگ بیرون اومد. زئوس از اینکه چنین موجودی را آفریده خیلی مسرور بود، چون آتنا هوش مادرش رو به ارث برده بود و الهه خرد و دانایی شده بود. از طرفی آتنا خدای حامی جنگ هم بود و به همین خاطر همیشه با آرس خدای جنگ کشمکش و درگیری داشت. و اما سرنوشت متیس بینوا همچنان توی شکم زئوس باقی موند و به همین خاطر اون پیشگویی که میگفت از متیس پسری قدرتمندتر از زئوس زاده خواهد شد هرگز به واقعیت نپیوست. آتنا الهه عادل، حامی جنگجویان، دختر محبوب و جانشین برحق زئوس شناخته میشه.